درود بر دوستداران داستان‌های ترسناک. بشنویم داستان امشب را. صدای باد، همون بادی که همیشه از سمت قله می اومد و بعد بین درخت‌های خشک می پیچید. اون شب صدای باد یه چیزی را با خودش آورده بود. یه زمزمه. حمید، چوپان ساده روستای چشم نیمه، اون شب دیرتر از همیشه گوسفندهایش را جمع کرد. مه غلیظی افتاده بود روی دامنه کوه سرمست، کوهی که مردم روستا میگفتن شبها بیدار میمونه. وقتی رسید به آغل، سگش زوزه کشید، اما نه زوزه معمولی، زوزه طولانی، انگار از چیزی ترسیده باشه که فقط خودش میدید. حمید گفت آروم باش بلبل، چیزی نیست، ولی خودش هم باور نکرد. رفت تا چراغ نفتی رو روشن کنه. در همون لحظه صدایی اومد از بیرون آغل، صدای شبیه نجوا، خیلی آروم، مثل صدای کسی که از پشت مه حرفی میزنه. تو امانت داری، یادت نره. حمید نفسش بند اومده بود. رفت بیرون، فقط مه بود همه جا. هیچ چیز دیده نمیشد، فقط صدای زنگول گوسفندان از دور. برگشت داخل، ولی یه گوسفند نبود. طنابش پاره شده بود. دنبال رد پایش رفت، هیچ. انگار حیوان توی هوا محو شده بود. صبح رفت پیش پیرمرد ده. پیرمرد گفت پسرم، از کوه سرمست چیزی شنیدی؟ حمید گفت زمزمی مثل صدایی که گفت من امانت دارم. پیرمرد فقط نگاهش کرد و گفت تو از نسل نگهبانان هستی. یه امانت 100 سال پیش اون بالا دفن شده. هر کی نزدیک شده صدا را شنیده. حمید خندید، ولی خنده‌اش بی‌رمق بود. شب بعد باز همون صدا برگشت، اما این بار واضح‌تر. اگر نمیخوایی بمیری، امانت را پیدا کن. باد شعله چراغ را لرزوند. سایه ها روی دیوار تکون خوردن، انگار چند نفر ایستاده باشن و فقط نفس بکشن. حمید دیگه طاقت نیاورد. چوب دستیش را برداشت و به سمت کوه راه افتاد. صدای زنگوله ها توی مه گم شده بود. هر قدم سنگ ها زیر پایش صدا می دادن. نیمه های شب به یه چشمه خشکیده رسید. چشمه‌ای که مردم می گفتن سالهاست آب ندیده. اما اون شب صدای قطره اومد. یک قطره آب از دل زمین افتاد روی خاک و درست در همون لحظه زمین لرزید. از دل مه سایه‌ای بیرون اومد. نه انسان بود، نه حیوان. یک پیکر نیمه شفاف با چشمایی که انگار از درونش نور بیرون می اومد. گفت اگر امانت را برگردونی، کوه آروم میگیره. اگر نه، صداها تا ابد دنبالت میان. حمید نفسش برید، اما یک چیز در وجودش گفت نترس. پیرمرد گفته بود 3 نشانه هست: سنگ سیاه، چشمه خشک و درخت بی برگ. 2 تا را پیدا کرده بود، فقط یکی مونده بود. رفت بالاتر. باد، صداها، همه دنبالش بودند. درخت بی برگ درست روی قله بود. زیرش خاک کمی تکون خورده بود، انگار کسی چیزی را دفن کرده باشه. با بیلچی که همیشه همراه داشت خاک را کنار زد. یک جعبه چوبی قدیمی بیرون اومد. رویش با خطی عجیب نوشته شده بود مهر نگهبان. وقتی درش را باز کرد، نور سفیدی از داخلش بیرون زد. باد قطع شد. سایه جلو اومد. صدای همون زمزمه این بار آرومتر بود، مثل لالایی. تو وفا کردی، نسل نگهبان هنوز پاکه. و بعد سایه محو شد. مه کنار رفت و از جعبه فقط یک سنگ سفید باقی موند، سرد ولی آروم. حمید برگشت به روستا.
دیگر هیچ صدایی از کوه شنیده نشد. اما هر وقت مه می اومد سگش با آرامش دمش را تکون میداد. انگار میدونست نگهبان حالا دیگه دشمن نیست. و از اون شب به بعد هیچ کس گم نشد. هیچ گوسفندی ناپدید نشد. اما بعضی شبها وقتی باد از سمت کوه میاد یه صدای آروم توی گوش آدم‌ها میپیچه. امانت را فراموش نکن. خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگه این داستان را دوست داشتید کانال را سابسکرایب کنید. داستان های بعدی را از دست ندید. خدا نگهدار.